یک جوانی میره داخل یک آرایشگاه مردونه و بهش میگه من پول ندارم. موهاش خیلی بلند بوده ولی میگه من میخوام برم مصاحبه کاری. طرفش میگه مشکلی نداره بیا بشین و من موهاتو اصلاح میکنم. موهاشو اصلاح کرد و گفت من چجوری میتونم جبران کنم؟ من یک کوچولو مبلغی داخل جیبم هست، حداقل اینو به عنوان گفت نمیخواد، اینم بذار تو جیب تو. گفت که ببین لباست متناسب نیست الان برای مصاحبه کاری و حمام ما اون قسمته، این لباسا رو هم بگیر برو حمام و بیا بیرون. و زمانی که میخواست از مغازه این آرایشگر بره بیرون بهش گفت که من چجوری میتونم جبران کنم؟ روی کاغذ نوشت مهربانی باز بهت برمیگرده. مهربانی که این آرایشگر کرد در حق این جوان باعث شد ایشون یک تاجر و یک ساختمانساز و یک برج‌ساز بسیار حرفه‌ای بشه و بعد از 20 سال اومد این آرایشگر رو پیدا کرد. ایشون هنوز تو مغازه اجاره‌ای کار میکرد. یک کلید بهش داد، گفت من همونی هستم که 20 سال پیش این کاغذ رو به من دادی. از جیبش در آورد و بهش نشون داد، گفت ببین مهربانی برمیگرده، خوبی کن برمیگرده.